امروز نمیشه که کلمو کمان گرم شه. خجالت نمیکشه. با خود کی داری؟ خدی همین مرتکه تا تلویزیون بابا. چیکار کرده که؟ با تحریم مدرن سعی میکنه بابا. تحریم مدر تو سعی میکنه؟ بابا اشتباه میکنه که تحریم مدر تو سعی میکنه. تو یک کار کن، تو برو پی. بابا بگیریم به همین مرتکه تلویزیون یک زنگ بزنیم. حالا ما شماره نداره، تو برو پی. همدان که تبلیغات نمیشه، شماره بردار بیار که زنگ زنه. بخی خوبه. بده بابا خوبه. یک پوره خجالت بابا نمیکشه. به او خونه رفتم باز تحریم مدرن سعی میکنه. سعی کن تو اشتا آدم پیدا میشه. همون فکر نمیکنه که تو به تحت تلویزیون تو به چشا تو چهاره میشه به طرف زنکا. بابا کجی چی قلمقال میکنه؟ هیچی نفره به تحت تلویزیون به تحریم مدر تو سعی میکنه اکثر. به تحریم مدر مثل میکنه؟ چشا چهاره میشه تحریم مدر تو. نه بابا یک مقصد مدعای نداشته باشه. من چی میفهم حالی رای کنم من شماره رو بگیر و داره بیار که زنگ زنم بریو. بعد که جیر بیاره که به گپ زنه خودیو چی حق داره که گپ بزنه؟ خودم ور افتاده که میای از همه مستقیم تو رو به تمام رو مدر سمیز میکنه. با خدا بگو بیام امالت بابا برن تلویزیون خود بش کنیم. وان زنگ خود گپ. بابا انی بگرفت شماره. بگرفتی؟ انی خوی کرد. بگیر بابا گپ زنیم شما. بله سلام علیکم جان برو. تا تلویزیونیم برو. هم تلویزیون خونه ما. میگم دیگه جا ور افتاده دیگه باغچه دیگه نیه که از همه جا شد. بابا چری تا گپ بزنیم؟ الو تا تلویزیونی ماما همین که سعی میکنی زنکا مردم شهر یا به انسان خب چیزیه دیگه آدم ور افتاده که تو بیا منی مستقیم تو رو مدر سعی میکنی خبر نداری پیان مسخون ننگ و شرف داره. ننگ و شرف ما ابرو حیثیت داری مرد زنکا مردم بفهمه که تو مستقیم تر مدر سعی میکنی. همین جا شما با کجا شما بیام؟ چی اجازه بده که گپ زنم من؟ گپ زی؟ خواه با مکه با قبرستون تیره که خبرار میگیم. بگو با خدا دلبند تو میندازی. به کی بگم؟ با این مرتکه تا تلویزیون. دلبند کی؟ دلبند مرتکه. برار میگه که برار کلون ما میگه که به خدا بیام دلبند تو میندازم. شما چی میگی؟ بره بگو اگه پیار میگه بگو اردو پاتو خود میشکنونه. سلام علیکم. و علیکم السلام. تلویزیون هم میگه ولی بفرمایید. مشکل معمول از همه جو تر مدرن نسی میکنی. چوب که بعد ما از خود ابرویسیت داریم چی ابرویسیت گپه؟ کی به داریم. طرف مادرتون نگاه کرده؟ چرا تا تلویزیون طرف مدرن نسی میکنی؟ بیا داخل بیا. نمیام داخل. به خدا در یون میشکنم من در می تلویزیونه. جنگ نکو بعد با جنگ نکو. بیا داخل به تو کار داره بیا. سه تا گپ بگو بیا. سنگ خودم پرته بده. بیا دو کتا چی داد نکرد. مشکل قرار داد نکرد. دقیقه داد نکشون. کاکا کی به طرف مادرتون نگاه میکنی؟ بیا کمی. و چی میفهمم خبرای چی رو کاک داغه. در میگه طرف مدرن نسی میکنه. خب اونایی که خبر میگه. شما خبر تلویزیون میگه داری من بخوره. نمیفهم خبر میگه چی میگه دیگه با داد طرف مدرن نسی میکنه. جیغ نکش بعده. چند روز میشه تلویزیون خریدی؟ 20 رو. خب پس کاکا جو مشکل از خود شمانه. مشکل از شما دیگه حفم افتادی. در دهنه با بعد دل بعد شما رو میندازم. چوب کچور تا تلویزیون بدیدین چی رنگه؟ نه دیگه میگم 20 روز میشه داری. بیا مشکل از خود شمانه بیا بری. کجا بری؟ پیش مدیر تلویزیون ما تو شما به تلویزیون بری که دل بعد دادیرم بتنازم بری. مدیر سه امید بیا در دفتر سه کن چی مشکل داره؟ چی مشکل داری برای من؟ میگم همین کی دیگه تابی تلویزیون همین خبران میگه چی میگه میگم به شما نشون دی. در بعد دل بعد میندازم. میفهمی دیگه کی میگه؟ نفر که خبر میگه سر و مدرم نگاه میکنه. خاصه که خبر میگه با تر مادر تو سعی میکنه. سعی میکنه. خب با مادر خب بگو برو.
با مادر خوب بگو برو او بر بشی که سعی نکنه با تحریو اینا 20 روز میشه تلویزیون خریدم. برانم او وقت خبر میگه مگر به طرف کامره سعی کنه کسی به طرف مادر تو سعی نمیکنه با او حتی تلویزیون مادر تو مادر میره اون طرف هم میشینه از این چی سعی میکنه شب باید نداره قیخنکش برانم این چی بیشتر نکشو چپ کن اگه غیر نکن. بران جو نداری این چی دفتر تلویزیونه آروم گبزی مادر تو به او بر بشینه او سعی نمیکنه در با من از این چیش خود سعی میکنه چند وقت میشه شما تلویزیون دارید؟ چند سال میشه؟ ما چند سال نمیشه بکنیم 20 روز میشه بیار ببر تلویزیونی خریدم پس خود شما مشکل داره. مشکل از شماره مشکل از اون نفره که در تلویزیونه از می برارا هوشیار شما به خونه چند تایی؟ همون مثل شما و از این دفتر میبری سر دریا توش نباش میاری کاکا جو کسی به طرف مادر تو سعی نمیکنه بریم شما 4 روزی که تلویزیون سعی کنه با میفهمیم که گپ چیه وخی بیری کل وخی دیگه بعد هم از این دفتر تلویزیون نه که ما عجب آدم بازی که بالا بیری کل ایش تو آدم بیعقل سادی بوده برادر خبر میگی بیامده که تو به طرف مادر مسایی میکنی این تو آدم ها نباست دیگه بدم دفتر نفت که بیایی که زنو میبره خیلی آدم ها بیعقل پیدا میشن. بیا در خش بچه به دست نه غال مغال شما چه به طرف مادر من نگاه میکنن چه کار فلانه. تو ماما جو نمیفهمی تو به حساب گفتون چند تلویزیون خیلی تک 20 گفتون باشه چند سال پیش میفهمی. اصلا نمی تو آدم ها که من گیج کمه گیج چی میگه علم گنج و علم گنج و علم گنج اختم علمش شدی بود سش هم علف بود آقا بیا بریم علم گنج و علم گنج و علم گنج آقا بیا بریم علم گنج سر کوی بلد فریادو کردم علی شیر خدا را یادو کردم علی شیر خدا یا شای مردان دل ناشادی ما را شاد و گردان علم گنج و علم گنج و علم گنج آقا بیا بریم علم گنج اینه ایکو تامون بابا منه با پاخو کردم رختم و بابا هم رنگه حالا بابا یا بابا از این بابت تامون یک چیزی میگه من میفهمم یک پلوکی بابا میگه تا برگه میگه میگم من تو کجا رای کردم؟ ها؟ بله من تو کجا رای کردم؟ مش کجا رای کردم؟ و تو نگفتم برو تا تلویزیون رو بابا با تا تلویزیون برم رختان نشی رختم عمل خراب شدی بود چه کاره؟ در جفت میکردی نگه بابا تا تلویزیون میرفتن رختم نشی شدی بیدر میگم اودم دیگه رقم رختار برتوی با حال باید این رختار برپو کردی چی رقم تو؟ خود شما نگفتم برو تا تلویزیون خب بگفتم برو تا تلویزیون دیگه خب تو چه نرفتی؟ که دیگه شیشته خوندن میکنی تا تلویزیون رخت نشو خود کجیر بره دیگه آخه کجی چی میفهمی دیگه پا؟ که با چه نادون تو رای کردی؟ بابا به سر شما دارن کمال سر شما رو به سبن پست پیاز نمیدم بابا کجیر مال از ما به عقل کمال اگه بگیم شاید فکستر باشه میگم من تو رای کردم که بری تا تلویزیون او با چه نادون رای کردی زد که اون رو میگه بزنم تو هم در عقل تو میکشی یا نه؟ خب بابا به زور رواداری که او زد بزنم به ما روانه داره که آخه با چه نادونیه سر بزو که پا چی با میشه؟ پس برسیدیم به سر سولاخ کردن بجل دمی که به زو میگیم بابا تو به چه لایق منی ای بی لایقیه باشه که تو نزباددار کنم ایه میته بخون مثل گوی بری راره تو خیلی سردیل داری
حال بابا با اینجا او ایتنه من ایتنم. تو خیلی سردل داری. وقتی برو وقتی. بله. وقتی برو دیگه. کجا برم؟ جایی که تو رای میکنم. بگم میفهمی یا نه؟ وقتی دیگه. خب برم چی بگم با مرتکه؟ هم جلو که گرفته میتونی بگو برو تو شما چه تعریف زن کاسایی میکنه؟ آها بابا مادر من. ها دیگه پس بابا چی رای میکن تو به تلویزیون؟ بابا آه. سعی کنیم یک روزی مرغ از هوا تیر میشد. خب مرتکک مثلا شما باشین خب. عراتیر شدیم خب. یک دفعه بابا مرغ می حمله کرد گوش شمار خب بفهمیدین خب پوست شمار مثلا خب مرغ حمله کرد پوست شمار کنگ زد خب شما میدونین برد مرغ خب با هوا میشه برد مرغ نه نمیشه مامسایا گفتد ماما نوروز اول سر پوست خورده هستن که پوست شما هسته یا برد مرغ میدهیم بفهمیدین که خب شما مرغ دست پوست خورده دست نزدیم خب چون اگه کنگ زدی مرغ از را کنگ زدی خود درد میکن غیق میکشیدین شما خب حالی شما علکی بدویدین برد مرغ انالی هم بریم با مادر ما بگیم ازن اگه میفهمی اگه خجالت میکشی نکو به می خونه نیایه که نشی که او سعی نکنه تو خیلی سردل داری وقتی گپ بکن که برو خوب انا میرم بده مادر به خودت قضیتی نمیای بخونه که میشینه خوش داره که یکی دیگه من تماشا برو تماشا کنه میتا مردم گپ مفت زنی خدای بروی بوم بدم خدای چی قال مقاله به تازی خونه سراغ زندگی سعی میکنم بیام قرآن چرتنیز شروع کرده بخوندن هر ساعت یک رقم رخ برخو میکنه کاش که همون در سبون هم بیاره بدونه خونه که برخواه زیر روش برم غیر نمشتی و چتیلی دیگه کار وظیفه نداره